یه هفته دریچه شهیون بمونیم که متاسفانه اون جایی که میخواستیم بریم که از اونجا جادهش خوشگل بود نتونستیم، خراب کرده بودن و ما نمیتونستیم با کمپر بریم. برای همین چون دیگه جای قشنگی نداشت ما فقط شب یه جا خوابیدیم و راه افتادیم اومدیم سمت اهواز و خرمشهر که این وسط هم یه شهری به اسم ملاثانی بود که به بستنی‌های گاومیش معروف، خیلی هم خوشمزه است. یه شهر خیلی کوچولوئه بین اهواز و قبل از اهوازه و اینکه حالا خیلی بستنیاش خوشمزه است. حالا فیلم عکساشو میذارم براتون. این مسیری هم که میبینید مسیر به سمت اهواز و شهر ملاثانیه که خیلی هم سرسبزه. این واقعا فکر نمی کنم کسی فکر کنه که اهواز میتونه انقدر سرسبز باشه. این تابلویی که میبینیدم تابلوی شهر ملاثانیه که همونجوری که گفتم به شهر بستنی های خیلی خوشمزهش معروفه که با شیر گاومیش تهیه میشه. بعد این که الان هم میخوایم بریم سمت مسجد جامع خرمشهر که اون زمان جنگ و اینا مثلا که یکم حالا خراب شده بود و اینا، بازم اونجا رفتیم فیلم و عکساشو براتون میذارم. اینجا هم ورزشگاه بزرگ فولاد خوزستانه، خیلی ورزشگاه بزرگی بود، گفتم خالی از لطف نیست شما هم ببینید. الان رسیدیم به خرمشهر، بریم ببینیم جای تاریخی، جای چیزی خاصی اگر داره ببینیم که بعد بریم به سمت دوباره شهر بعدیش آبادان. اینجا هم همون مسجد جامع معروف خرمشهره که سالم مونده و اتفاقی واسش هم مثل که نیفتاده، اون موقع ها از همون موقع ها هم سالم مونده و کل شهر هم کاملا بازسازی شده، فقط یه جاهای یخخونه هست که رد تیر و فشنگ و خمپاره و اینا مونده. اینم حالا میشه پارک ساحلیش که اونور سمت راست دریاچه یا همون رود کارونه که لبه کارون از اینا باید بخونی کنارش. اینجا هم که پل قدیمی خرمشهره که از روی همون رود کارون رد میشه. خیلی هم حالا مثل اینکه رود پل مهمی بوده دیگه برای اون زمان جنگ. بعد دیگه نمیشه بیایی جنوب و فلافل و سمبوسه نزنی بر بدن، خیلی هم خوشمزه بود، اصلا متفاوت بود، قشنگ. چقدر خوشحاله فیدو، اینقدر خوشحال بغل بابایید میخوابی، چسبونک.